پشت پرده آخوندا به مردم میگن ماسک نزنید. زائرین عزیز امام رضا، این نکته رو توجه کنید. حرم امام رضا که انشالله مشرف شدید، در و دیوار و پیکر و همه جای حرم و ذریح رو چیکار کنید؟ ببوسید، احترام کنید. تو حرم هم به هیچ وجه ماسک نزنید. هر خادمی هم که گفت آقا ماسک بزن، خانوم ماسک بزن، فقط بگید چشم، بعد دیگه نزنید. یا اگرم گیر داد بگو حاج آقا روحانیمون گفته ماسک تو حرم نزنید. اگه گیر داد بگو پس اگه اینجا ماسک بزنیم بیمارستان هم ماسک بزنیم پس فرقش چیه؟ این آخوند کله کرونایی که اینطوری مردم رو به انتقال ویروس تشویق میکنه، بعد از انتشار کلیپش از پشت دوربین اومد جلوی دوربین و با پررویی از حرفش دفاع کرد. کلیپی که اخیراً در فضای مجازی از بنده منتشر شد که در اتوبوس به زائرین امام رضا علیه السلام گفتم که وقتی حرم مشرف شدید به هیچ وجه ماسک نزنید. ببینید بحث بنده بحث حرم‌های مطهر و حرم مطهر امام رضا علیه السلام بود. من نگفتم که بیرون ماسک نزنید، بیرون همه میزنن، رعایت هم میکنن. منتها ما بحثمون بحث حرم مطهره. ما حرفمون اینه، ما میگیم که حرم مطهر ائمه، حرم‌های مطهر ائمه اطهار علیهم السلام با بقیه مکان‌ها از زمین تا آسمون فرق میکنه. حرم امام رضا با بیمارستان فرق میکنه. حرم امام رضا با بازار و رستوران و مجلس عروسی از زمین تا آسمون فرق میکنه. اگر قرار باشه اینجام مردم بیان و اینجام بیماری کرونا شیوع داشته باشه، پس فرقش با بیمارستان‌ها و مکان‌های دیگه. شعور این آخوند کله پوک رو با واکنش این کوچولو نسبت به ماسک نزدن مادرش مقایسه کنید تا همه چیز دستگیرتون بشه. No